Hello guys, my name is Muhammad. Welcome to my channel. I want to draw something for you and enjoy this video. Okay, let's get a start and oh, I'm sorry. Oh, okay. Yeah, اینجوری بهتر. This is better. Um, یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچکی نبود، یه دونه. آدمی بود که خیلی خوشحال بود، به لب خندان، یه دماغ شاد. با ابروانی اینجوری یکم عصبانی. شاید این عصبانیه. چون لباشو به هم فشار داده. این دماغ خوشگلا داره، سر بلا. این کلش یه مقدار اینجوری با چیز بکنیم. یه فک و چونه، یه گوش، دو تا گوش. من فکر کنم خوب نمیبینم. اینجا یه مقدار مو داریم. There was a lot of hair and یه ذره خندون ترش بکنیم. یه آرامشی توی چشماش هست و چشماش رو بسته. دماغ سربالا و نگاه که در یک کاری داره، یکم فکر شیطنت آمیز در سرش هست. اینم که اینجوری تیشرتشه و این تیشرت خوشگلا داره و اینجوری اونجوری بود. چی بگه خب یکم زده خارج از حد. یکی از دو تا از آستیناش هم تا زده اینجوری و اصلا تا زده ظاهرا. یکم اینجوری تیشرتش داره میکشه. فکر کنم کپش بد بوده. اینو داریم. حالا بگین یه ذره حال بهش بدیم ببینیم که چی کار میشه کرد. خطوط اصلیشو میایم
مستر لاینز خطوط اصلی. انگلیسی هم بلد نیستم. خب اب نداره، چیکار کنیم دیگه، بالاخره ما هم یه چیزایی بلدیم، ولی خب در همون حد چیزای کوچولو بلک نیست. منظور رو برسونیم. اوکی باشه، خیلی اوکی نمیگم، خودم بدم میاد از اینه که ادا در میارم، ولی خب نه، لبشو میکشیم، چشمشو، آره شاید این که چشش میتونه چشش باز باشه، میتونه بسته باشه. ابروان یه این دماغای قلمی، دماغ خوشگل گوش که میدونید از دم ابرو شروع میشه، از اینجاها میاد تا دماغ. معمولا گوشا رو استاندارد اینجوری میکشن، حالا ممکنه که متفاوت باشه، ولی خب اینجوری میره جلو، مقدار اینجا هست. خب حالا ببینیم که نورش از کدوم طرف اومده. ما میگیم نور از سمت راست، از این ور لای چیز آردیال انگلیسیش برش کن. نور از سمت راست زده، پس جاهایی که برآمدگی هایی هست پشتش سایه هایی شکل میگیره، مثل اینجا زیر گردن. البته گاهن اینجوری چیزا میشه، یه سایه اینجا کرده، یه سایه هست. ببین چون قسمت سمت راست صورتش که مو داریم اینجا ما یه سایه هایی داریم. بعد یه چیزی هم که هست، همیشه قرار نیست که آدم همه خطوط رو بذاره، همه سایه ها رو بذاره. بعضی جاها چون اگه همه خط و خطوط رو بذاری بعدا نمیشه جمعش کرد، چون داریم با ماژیک کار میکنیم، با ماژیک و خودنویس و اینا. نور داره از راست در این صورت میتابه، اینجا که یه مقدار اینجا میفته نور، پشت بینیشو میبین یه سایه میزنیم. بعد ما چون نقاشی هم ذهنی هست، یه سری جا ممکنه که ذره دفرم بشه و حالا شما هم سخت نگیرید. اینجا یه مقدار ترقوه و سخون ترقوه، اینجا یه چیز دارن فلان اینا. میریم قسمت لباسش. تو لباس خیلی سایه هایش دیده می شود. آره این مقدار سایه اینجا میدیم لباسش و این لباسش بد پوشیده، میبینی پر از این آستینش انقدر تا خورده اینجا که اصلا افتضاحه. اشکال نداره اینم بالاخره دنیای عالمی داره دیگه، بچه هست که حالا اومده یه لباس پیشیده رفته بیرون، شیطنتش کرده اومده خونه، حالا لباسای کثیفش میخواد در بیاره بده مامانش. خودش هم میتونه بشوره، ولی تنبلم بابا، هم تنبل، خودش هم تنبلی، من خودم تنبلم. خب یه سایه های اینجا زدیم، یه سر و صورت اینجا در آوردیم، موهاش هم بکشم، نصف نقاشیم رفته روی هوا، نمیشه اینجا رو چیز کرد. ببینید اگه تنظیم نکنی شکلی میشه. خب اینجا یه سری سایه داریم، موهاش رو میکشیم، موهای بی نظم مزخرفی دارن که البته مزخرف نیست، قشنگه، اینم در نوع خودش باحاله. خب این تا اینجا کله اینجوری. بخواه که چشایی رو باز کنیم، مثلا بخواه چشاشو باز کنیم
این چیکار میکنیم؟ یه دونه اینجوری چش براش میذاریم، یه پلکم اینجوری براش میذاریم شبیه یه دونه اینجوری. باریکلا. یه دونه اینجا هم جای خالی میذاریم برای برق زدن چشمهای زیباش. خب اینم یکی دیگه بهش میدیم. او خوشگل شده. بچه یه بانمکی شده، احتمالا در 12 سالشه. ولی ابروش این مقدار خیلی شبیه اینه که شد تازه میخوان ازدواج کن، خانم و دختره که میرن ابروشون رو بند میندازن و اینا. حالا ما کاری نداریم با بخش آرایشگری باید. خب این بچه خندان از بیرون اومده و خوشحاله، باید که خیلی بازی کرده و خب حالا این سایه های اصلی رو بخوایم اضافه کنیم. اینجا ما چقدر مو داریم، مو خب مشکی تره، برش مو میذاریم، موهای جالب، موهای نرمی که یه مقدار هم مجعده و از اون موهاست که دوست داره توی باد پرواز کنه. خدای من چه شاعرانه. برای این سی بگم ترگلی بریم. Sometimes I'm say some bullshit. I don't care what happened to this. یه چیزایی گفتم که دوستان خارجی متوجه بشن. بله. گرچه میدونم که اونام هیچی متوجه نمیشن و نداریم موهاشو درست میکنیم. ولش کن. چی کار داریم با این کارا؟ خب اینجا ما یه سایه میزنیم. انگار ریش در آورده. اب نداره، بعضی وقتا اینجوری هم میشه. خیلی سایه شدید اینجا داره. باری ها. و صدای کتری چای میاد. خواهرم فکر کنم میخواد چایی دم کنه و ممنون ازش که بابت این چای خوش مزه که ببینم. دارم جایی میکشم شما نمیبینید. اب نداره، یه جایی هم کسی نبینه چیزی نمیشه. یعنی خیلی باهاتون رفیقم، با 7-8 نفری که ویدیوهای من میبینن. هنوز میلیونی نشده ولی خب اشکال نداره، یه روز میلیونی میشه. بالاخره ما هم خدایی داریم، یه روزگاری ما بالاخره ما هم آدم همه از همین جاها شروع کردن، منم از همین جاها شروع میکنم. خب میگه بچه خوشحاله با نمک اومدی اینجوری یه چیزی برو برگیری چیزا هم. بعد خب اینجا میبینیم که جوهرمون تموم شده و این بچه چیزایی کم داره. خواهش میکنم در کامنت ها بگید. البته این مال زمانی که خیلی فالوور داشتم، ولی خب بالاخره منم دلم میخواد دیگه، بذار بگم. کامنت کنید برام کامنت کنید. میدونم که همتون دوست دارید نقاشی منو. اصلا موهاش داشتم میکشم شما نمیدیدید. دیگه چه کنیم دیگه. خب یه لحظه وایسید. خب یه سری کاری ریز خورده داشتم. خورده ریزه، نه ریزه خورده. ترکی گفتم. البته چون خودم ترکیم فعل فاعل زره جا به جا میگه. مثلا تو فارسی مثلا میگن دایی، مثلا دایی محمد، ما میگیم محمد دایی. مثلا همه چی زندگی اون هیچی به هیچی شده. نداره. خب اینجا من یه مقدار که
یه ذره به صورت این بچه چیزا یه ذره بخوام سنشو برم بالا. اینجا یواش یواش خط چی درست شده؟ اصلا میخوای پیرش کنم اینو؟ بچه 10-12 سال تبدیلش کنیم به یک پیرمرد. پیرمرد که نمیشه چون چشاش اندازه هسته زردآلوه، ولی خب میشه کار کرد. با اضافه کردن چین و چروک شما میتونید چیکار کنید؟ یواش یواش سن بهش بدید. یه ذره اینجا، یه ذره اینجا، افتادگی چیز میگم لب، چیز صورت، اینجا یه ذره چیزه، بعد یواش یواش اینجا خط خطوط پیدا میشه. اینجا خط خندش هم که میاریم اینجوری اینجوری میزن. البته شبیه این بچه‌های لب قلمبه‌ای شده، ولی خب یه ذره اینجوری کنیم. یه ذره چین و چروک به زیر چشاش میدیم، شبیه این ننه‌های قدیمی شده که آرایش کردن. ننه جان، ننه جان. خب بعد دوباره اینجا یه ذره اینجا اضافه میکنیم، یه چروک اینجا رو پیشانی میندازیم، یه ذره اینجا چروک میندازیم. این البته میدونی شبیه کیا شده؟ شبیه اونه شده که میرن جراحی میکنن، چشم چالشون رو میکشن. اینم از اینو یه ذره موهاش رو تیره تر بکنیم. البته اونجا گفتم ننه، این آقاه، این نمیشه ننه، این میشه پیر بابا، بابا پیری. چه موهایی داره، ولی یه ذره وحشتناک شدی. شبیه هیولای مرداب شد. یه ذره ابروشو کلفتر بکنیم ببینیم چجوری میشه. یه ابرو کلفتر، یه ابروی چیز. خدا این که اینجا ترسناک شد. خب بذار بیشتر از این ادامه نداریم ژانر وحشتو. خب بذار بهش سر و سایه بدیم. اینو در یک بستری از سایه ما اینو قرار میدیم و سری بعد هم براتون توی دفتر سفید نباشید، بباش دفتر یک کاغذ سفید. این هم اینجا سایه ها رو بهش میدیم و سایه های وحشی وحشتناک. بدک نشد. نواشی کودکانه خوبه، ولی یه ذره بذار زاویه رو یه ذره تغییر بدم. نه این نه، اینم نه. چیز مزخرف. ای بدک نیست. ببخشید. بذار یه ذره دیگه بیشتر سایه بهش بدم. اینجا هم بالاخره سایه میفته، اینجا ها سایه داره، یه سایه هایی هست، بالاخره آفتاب خورده بهش، آفتاب سوخته شده در طول زندگیش. اینجوری یکم سایه بیشتر. سایه و سایه و سایه، فضای منفی و مثبت. حتی توی لبهاش هم تأثیر گذاشته این سایه. اینجا یه ذره میدیم، اینجاها جزء، اینجاهاش مقدار سایه، یه سایه ریز اینجوری. به نظر راضی کنید
موتورا اگه برن سر صدای که بیرون میاد و که آدم رو کلافه میکنه راهن، ولی خب اشکال نداره، اینم بخشی از زندگیه و خیلی پیرنش چروکه. من نمیدونم این کجا کپش کجایی چیزه. این برند تولید برنده ایرانیه، مارکای ایرانیه، همه کار میکنن ولی نمیرن یه دونه کپ درست از تیشرت درست کنن، پیرنشون درست کنن، همینجوری واسه خودشون میگن، مردم میخرن دیگه، ولش کن. چه کاریه، ما بخاطر این مردم همه چی میپوشن، اصلا براشون مهم نیست که کیفیت. و این یک مشکل و معضل بزرگه که رو میده خدا درست میشه، اونم درست میشه. اینم از این. یه تغییراتی توش بدیم. چرا نمی نویسه خود نویسم؟ بیا خب این هم یه دندون اینو شبیهش کنیم به دراکولا، یه دندون اینجوری بزنم، یه دندون اینجوری. آقا یه دراکولا یه نیش اینجوری بزنم اینجا، اصلا دهنشو باز کنم. این بچه آقای دراکولاست. آقای دراکولا تو خدا ما رو نخور. یه ذره ابروهای خشن‌تر، ابروهای خشن معمولا خاطر زاویه اینجوری، ابروهای کت کلفت، اخموتر، گره در پیشانی و حالت اینجوری که میذاره این خطا باعث میشه که یه ذره چیزتر بشه. چه چشمای درشتی، حیف این چشمای قشنگ. یه ذره قیافش وحشتناک‌تر میکنیم. رنستروند. خب اینم از این، یه ذره اینجوری.